سلام دوستا، امروز دوباره آمدیم در مرغداری. خب اول تشکر از تک تک شما که روی از این ویدیو کلیک کردین و خواستین این ویدیو رو تماشا کنید. خب امروز گفتم امروز آمدیم در مرغداری و امروز میخوایم براتون بگم که مو زمان که ما در این مرغداری در این فارمداری قدم به قدم و مرحله به مرحله چی کارهای انجام میدیم. خب اگر به مرغداری و مرغ و به این چیزا علاقه‌مندید پس ویدیو رو لایک کنید و تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. خب اون زمان که ما دماغ داری اولین کاری که مونی یکی مرغای خود از داخل اتاق بیرون میری پیش اتاق اینجا رهانی، چون ما اینیش که پلاستیک گرفته هم خوب گرمه و هم چون فضاش بزرگتره. خب بعد از اینکه مرغا رو آزاد کردی چون مرغا هم گرسنه و آماده غذا خوردن، دومین کارت میگه که برایشون غذا میدی. این هم غذای مرغا. خب قبلا هم گفته بودم و حالا میگم که ما مرغای خره چیز نوع غذا میده که هم رشد خوب زیاد شنه هم میزان تخم دهیش رو بیاره بالا. خب در ما از موادهای جوری، گندم، سبوس گندم و ماش استفاده میکنیم که همه در قطعی و یک ذره آب هم میده که تا سبوس به این موادها بچسبه تا که مرغا مثلا تید نکنه و همهش بخوره و این میاره مرغا رو میدیم. خب بعد از اینکه با مرغای غذا دادی می داخل اتاق شی و دلانه های سرنه که مرغای از موندوش چقدر تخم گذاشته و تخماش جمعوری میدستن. تخماش جمعوری کدی ولی هم مرغای از مون ندارن تخم گذاشته که واقعا خیلی خوبه. فراستی باید هم بگیم که ما برای از این مرغا لانه ساختی از چوب و چند تا وسیله ساده که در اختیار داشتی برای از این مرغا لانه ساختی و حالی هم که میگنید 1 2 3 4 5 6 فقط 6 لانه ساخته که خیلی کمه، چون هنوز مرغای زیاد سرتخم نمونده و تعداد خیلی کمی از مرغا سرتخم مونده، اما اگر انشالله در فصل بهار برسی و تعدادت بیشتر مرغا سرتخم به مم در دور بر از این اتاق در همه جایش کسته برای از این مرغا لانه جرنی در بین از این لانه ها مو خاکره ریخته. حالا میدونم مرغ رفته داخلی لانه بکنم تخم میزده. خب دیگه رسیدیم با آخر ویدیو. امیدوارم که از ویدیو لذت برده باشید و حتما نظرات خودت در کامنت ها بنویسید و منتظر ویدیوهای بعدی ما باشید و تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.